چونکە گۆرانیە فۆلکلۆرەکان زۆرتر هاوە باوای ژنە، شێعرەکان بۆ ژنە. منیش وەکو ژنێک ناتوانم گۆرانی بە بەش و باڵای ژنا بخوێنم، من بە بەش و باڵای پیاوە ئایخوێنم. جا شلێرە و شلێرە ناوی کچە بۆ ژنە. ئەگەر ئیجازەبان من ئەوەی بە ناسرەوەتان بۆ بخوێنێم. زۆر سپاس.
هر بشی هر بشی
آشنایی همه جوری سوزنم یارمو تلایی همه جوری سوزنم یارمو تلایی وفا ارای تو کردم وفا لتو نیمن وفا خوشه لیارم ارا لتو نیمن شادروان هایده افتادم چه سیگایی خواهش میکنم لطف دارید مثل ایرانی ها عادت دارن بگن ما هم یه تخت صدایی داریم شب که از راه میرسی بله دوستان آنترا خیلی گرمه ببین عرب گرم دوستان در حال حاضر از طرف شما بله از طرف شما دوستان عزیز ایرانه موقع میسته خانم مرزی دو تا ترانه دیگه اجرا میکنه آنترا ما تا صبح اینجاییم به افتخار خودتون خانم مرزی اینا میخوام بدونم شما چند ساله با کاک ناصر ازدواج کردید؟ آیا باید 26 ساله ماشاءالله چند تا بچه دارید؟ 3 تا بچه یه دختر 2 تا پسر یه دختر دارم شما نداره ببین به همه جهونش نمیدم ولی همش دخترهاست دیگه تمام دنیا مال دخترها و خانم بله دوستان یه سوال دیگه هم از طرف شما از من خواهش کردن که من از خانم مرزی رو بپرسم اجازه میدی که من بپرسم؟ 100%. خانم مرزی من میدونم که ماشاءالله نویسنده آهنگای شما ناصر خانه شما من گفتی نه فقط اون نویسنده آهنگای منم یه وقتایی پیشنهادایی میدم درسته یا نه؟ بله درسته البته باید اینو من اینجا راست درستش کنم چون نویسنده ترانه ها نیست ولی ناصر خیلی کمک میکنه به خاطر اینکه ترانه های فولکلور کردی چون که همیشه مردا قدرت داشتن همیشه مردا آواز خوندن چیزی برای زنان نداشتن اینه که وقتی ما اومدیم واقعا کار سخت و دشواری سر راهمون بود ولی از این نظر من ناصر خیلی کمکم کرد شعرهای فولکلور رو خیلی عوض کرده یه جوری که محتواش
عوض نشه ولی یه جوری برای من استن که میخونم مناسب باشه. ولی ناصر خیلی آهنگ به من داده، آهنگ ترانه ها مال ناصره که من اونا رو خوندم و ازش هم یاد گرفتم، بهم یاد داده و خودم هم چند آهنگ گذاشتم. بله دوستان، این شما و این خانم مرضیه رزازی به افتخارشون.
بله دوستان، بله آنتراک همتون خسته اید، ما هم خسته ایم، اینا هم خسته هستن. آنتراک ناصر خان منتظره 5 دقیقه آنتراک، اونا میگن استراحت بکنن. خانم یافان یه خبری به شما بده فعلا. بله شارخ گل فیلمبردار تلویزیون ما زحمت زیادی کشیده، یه دست محکم برای شارخ گل. הפסקה ל5 דקות, יש לכם פה את האוכל של מסעדת שערזל, יש תה פרסי ב2 שקלים, יש קבב ב20 שקלים, אתם יכולים לגשת לשם לאכול.
شیرازی سرپنجت سور کردیم و خوش و دست بازی سرپنجت سور کردیم و خوش و دست بازی
zerde ruh maçimde yar legedi zerde ruh maçimde Belengel bilengel oa Belengel bilengel oa Suriye çok yakın bir şeker oa ruh mesesine bilengel oa Ki mürdüme ya al yasen oa Ki mürdüme ya al yasen oa شما چه میگید؟ من نمی‌فهمم. ما هستیم خدمت شما دوستان. اگه کسانی که مایلن اجازه بدید کسانی که مایلن یه کاکناسر بخرن همین الان یه تعدادی خیلی کمی کپی شده، چون که اصلیش واقعا خیلی کمه، تو بازار اسرائیل خیلی کمه، این کپی شده
و این هم از طرف مجریان این برنامه است، آقای شاپور و آقای توکلی. اگه شما میخواید مایلید بخرید اینجا CD ها در دست هست و حاضره. و اما کاک ناصر با خانم مرضیه دوباره احتمال داره که خانم مرضیه با کاک ناصر، این شما و این هم ناصر رزازی. خیلی ممنون.
جاری که توی سلامتانلی به مندونه بین خسته نباشید دوستان عزیز خسته شدی نه؟ اجازه بدید میدونم که ماشاءالله خیلی تو حالی درسته اینم چون که کسی که باعث شده که شما تو حال باشید خوشحال باشید این دو هنرمند عزیزم ناصر رضوی و همسرشون خانم مرضی عزیز اگه شماها میخواید دوباره از این دو هنرمند استقبال بکنید و با شام مفصل در تاریخ 29/10/2003 یعنی چهارشنبه آینده دو روز دیگه این دو هنرمند در شب‌های شیراز کافه رستوران شیراز در شهر ریشونسیون برنامه مخصوص گذاشتن اونجا بیشتر از 150 نفر جا نداره هر کسی که اومد تلفن زد برنامه رو میتونه جا بگیره برای خودش 29 این ماه یعنی دو روز دیگه فراموش نکنید این یکی من جا داره که من تشکر میکنم از مدیران این برنامه آقای شاپور گل آقای توکلی موسای توکلی آقای مشه توکلی بله ماشاءالله قدش خیلی کوتاه است اصلا معلوم نیست کجاست آقای مشه توکلی بله اونایی که با اتوبوس‌های پادسخان خدیر اومدن ساعت 1 سر وقت برنامه تاپ منتظرتون هستم بله آقای توکلی به اینجا خواهش میکنم شلوارش فراموش کرده بله تقریبا میشه گفت 3 هفته پیش
این دو نوجوان شاپور عزیز با آقای توکلی اومدن گفتن دارو جان، گفتن چه خبره؟ گفت حالا ما اومدیم یه پیشنهادی بگیریم، ناصر رزازی رو میخوام بیاریم. گفتم چرا؟ خیلی هم خوب. منم تو فشار افتادم و خواستم خیلی کمک بکنم، واقعا هم خیلی کمک شد تا اونجایی که بتونم یه کاری انجام دادم. متاسفانه ویدیوی خانم مرزی رو نداشتم. ویدیوهای آقای ناصر رزازی برای شما پخش کردم. آهنگش اولیه که من گوش کردم و دیدم خودم انداختم یه حالتی به خودم خیلی خیلی جالب. ناصر عزیز داشت گریه میکرد، ولی خب این گریه بود مال 20 سال پیش که دیگه ایران ترک کرده و فقط دلیلش این بوده. ولی امید است که به شما ازم خوش گذشته باشه امشب. حالا میگم وقت بگیرم، جا داره که بازم از این دو نفر شاپور و آقای توکلی دست محکم براشون بزنید. اینا باعث شدن که این دو هنرمند خوش صدا اسرائیل زیارت بکنن و چه بهتر این فکر رو که باید تشویق بکنیم. ما باید فرهنگ ایران، فرق نداره فارسی باشه، کردی باشه، ترکی باشه، رعایت بکنیم. براو فرهنگ ایران. بله خب برای من دیگه شدم مدیر اتوبوس اشدود ساعت 1:15 من دیگه سخنرانی تمام کردم. یه اجازه بدید برای اونایی که ما اینجا نبودن، مهمون تلویزیون، بینندگان خوب تلویزیون ما، امید است تا این برنامه بینندگان تلویزیون ما امید است تا این قسمت برنامه شما ازم خوش گذشته باشه. تا برنامه‌های آینده شما رو خدای بزرگ می‌سپارم. همیشه پیروز و سربلند باشید. خدا نگهدار همگی شما. זה הזמן להודות לסופר פרינט שהערב הזה הוא בחסותם ולמסעדת שהרזד. תודה רבה להם. תודה לכם. یاد برزکان ده دقیقه وقت ماوا لگام وضعیت چلگانی کن پیشکش کن آواتی همومان پیمان به آواتی راست اما کردی ایرانی و حقیقت کبلام به معنای نژاد و زبان ایرانی. الان پیمان هیا کردیش کوی هست دولتی کوی هست به حال هیوادارم روزی اول کردستانی کی آزاد کراو سربخودا لگام هاو خیلی یهودیان جشن بگیریم دوباره خواست جالی که بخیره زرچاوی ما همیش قلین حتما لآخری شوا به سرودی کسنان کلکلی و توار
هەردوو مامۆستا فاڕۆق لە ڤیۆلۆن، مامۆستا بەرهەم بە کیبۆرد. سپاسی هەموو لایەکان بکەم، سپاسی ئێوەی بەڕێوەبێژ. زۆر زۆر سپاس دەکەم. بله ناصر خان خسته نباشید خانم مرزی خسته نباشید شما هم خسته نباشید دوستان אני מקווה שנהניתם. خوشحال بودید حالا یه دست محکم برای ناصر خان با همسرش خانم مرزی آفرین برافو بله دوستان عزیز بینندگان خوب تلویزیون ما از شما خداحافظی میکنیم تا برنامه‌های امروز شما را به خدای بزرگ میسپاریم همیشه تندرست و پیروز باشید برای شما شب‌های خوش روزهای خوش و عمر شیرین آرزو میکنیم. حتیک با